سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام اجزای یکی از پرکاربردترین کنترل والو های مورد استفاده در صنایع مختلف یعنی یک کنترل والو دیافراگم فنری رو برای شما توضیح بدم. به طور کلی یک کنترل والو به دو بخش اصلی اکچوئتور و بادی تقسیم بندی میشه. بخش اکچوئتور وظیفه تأمین نیروی مکانیکی لازم برای حرکت اجزای داخلی بدنه والو رو بر عهده داره. بدنه والو یا همون بادی در واقع قسمتی از کنترل والو هست که همه تجهیزات مکانیکی لازم برای تاثیرگذاری بر فلوی سیال رو در داخل خودش جای داده. خب در این تصویر شما میتونید اجزای داخلی یک اکچوئتور دیافراگم فنری رو مشاهده کنید. بیاید با هم اجزای داخلی این اکچوئتور رو بررسی کنیم. ایندیکیتور اسکیل و تراول ایندیکیتور دیسک به همراه هم وظیفه نمایش اوپنینگ والو رو بر عهده دارن و در واقع با توجه به این دو قطعه ما میتونیم میزان باز بودن والو رو مشخص کنیم. یک وظیفه نگه داشتن قسمت بالای اکچوئتور بر روی بادی رو بر عهده داره. استم کانکتور وظیفه اتصال اکچوئتور استم و پلاگ استم رو بر عهده داره و نصب صحیح این قطعه در هنگام نصب اکچوئتور بر روی بادی بسیار با اهمیت هستش. توسط اسپرینگ ادجاستر ما میتونیم میزان فشار و نیروی فنر رو تنظیم کنیم. توجه داشته باشین که این قطعه در تنظیم بنچ ست نقش اساسی داره. اسپرینگ سیت همونطور که از اسمش هم مشخص هست در واقع یک نشیمنگاه برای فنر اکچوئتور ما هست. اکچوئتور استم در واقع میله‌ای هست که برای انتقال حرکت و نیروی دیافراگم به پلاگ از اون استفاده میشه. اکچوئتور اسپرینگ در واقع فنری هست که برخلاف فشار هوای اعمالی به اکچوئتور عمل کرده و در واقع یک شرایط فید رو برای ما تأمین میکنه. از دیافراگم پلیت برای انتقال نیرو و حرکت دیافراگم به استم استفاده میشه. دیافراگم ما که در واقع یک لاستیک قابل انعطاف هست این اجازه رو به ما میده که ما توسط فشار هوا بتونیم یک حرکت مکانیکی رو ایجاد بکنیم. دیافراگم کیسینگ هم که در واقع از دو قسمت تشکیل شده این اجازه رو به ما میده که در یکی از این دو قسمت ما بتونیم فشار هوا رو حبس کرده و باعث حرکت دیافراگم و در نتیجه حرکت استم بشیم. این قسمت که ایر کانکشن نامیده شده محل اتصال تیوب به پوزیشنر I2P یا کنترلر نیوماتیکی است که توسط این اتصال ما میتونیم فشار هوا رو به اکچوئتور خودمون اعمال کنیم. خب در اینجا تصویر برش خورده یک بادی از نوع گلاو والو رو هم با هم بررسی میکنیم. از جمله اصلی ترین اجزای بدنه یک کنترل والو پلاگ و سیت اون هستش. در صورتی که پلاگ کاملا بر روی سیت قرار بگیره از عبور هر گونه سیال جلوگیری کرده و در نتیجه والو ما در حالت کاملا بسته قرار میگیره. با حرکت پلاگ به سمت بالا که توسط اکچوئتور انجام میشه میزان سیال عبوری از والو افزایش یافته و در نتیجه با تنظیم فاصله بین پلاگ و سیت ما میتونیم میزان سیال عبوری از والو رو تنظیم کنیم. وظیفه گاید بوشینگ سنتر قرار دادن پلاگ و در واقع هدایت صحیح پلاگ بر روی سیت هستش. همچنین گاید بوشینگ از فشار زیاد و تنش بر روی استم هم جلوگیری میکنه. قسمت بونت که در بالای والو قرار گرفته مکانیزم پکینگ و روغنکاری والو رو در خودش جای داده. پکینگ یا آببند هم که در داخل بونت و در اطراف استم قرار میگیرن از فرار سیال به بیرون از بدنه والو جلوگیری میکنن.